مسئله چهارم فی ارکانیها، در بیان رکنهای نماز. سپس مؤلف در اینجا برای ما و شمایان شروع می نماید در بیان رکنهای نماز. ارکان جمع رکن هاست و می فرماید که هی ما تتکون منها العبادات ولا تصح العبادة الا بها. پس رکنهای نماز چیزهایی می باشند که خود عبادت از آنها ترکیب یافته است و عبادت بدون این رکنها درست نمی شود و پذیرفته و قبول هم نمی گردد. پس فرق بین شرطهای نماز که بیان کردیم 9 تا بودن و رکنهای نماز که 14 تا هستند چیست؟ فرق بین این و آن چیست؟ می‌فرماید فرق بینهما و بین شرط ان الشرط یتقدم علی العبادة، این که شرط از عبادت پیش میگذارد. شرط پیش از عبادت آمده در طول آن ادامه می‌یابد، مثلا اسلام، طهارت و نیت و دیگر چیزهایی که ذکر کردیم. اما ارکان، اما رکنها باشد فهی التي تشمل علیه عباده من اقوال و الافعال، اما رکنها باشد چیزهایی است که در داخل خود عبادت است، در گفتار یا که عمل، مثلا رکوع و سجده و غیره. پس این از فرق بین شرطهای نماز و رکنهای نماز. پس شماره رکنهای نماز 14 تا می باشند. می‌فرماید که ارکانه 14 رکنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا و بیانها ما یلی. شماره رکنهای نماز 14 تا هستند و این رکنها با سبب خواه با قصدن عمدن یا خواه با فراموشی سهوا، خواه با نادانی جهلا از گردن انسان ساقط نمی شود. یعنی نماز بدون اینها درست نمیگردد، چی انسان نداند یا که قصدن یا که غیر قصدن یا که فراموش خاطری، برایش عذری نیست. بارک الله فیکم. پس اولا رکن اول از رکنهای نماز این قیام است. قیام این ایستادن رو میگویند، یعنی شخص باید در نماز فرضی با قامت راست بایستد اگر توان آن را داشته باشد و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که میفرماید و قوموا لله قانتین، برای الله سبحانه و تعالی قانتین، با خضوع و فروتنی با تواضع بایستید. سوره بقره آیت 238. و دلیل قیام ایستادن در نماز از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث عمران ابن حسین است. گفتن صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نماز را ایستاده بگذار، اگر توانی آن را نداری پس نشسته بخوان، اگر توانی آن را نداری پس به یک پهلو بخوان. این حدیث را بخاری تحت رقم 251 و مسلم تحت رقم 397 ذکر و یادآوری کردند. پس اگر کسی در نمازهای فرضی ایستاده نمیتواند، با سببهای مانندی بیماری یا خطر یا ترس و غیره عذر دارد و عذر پیدا میکند و میتواند نماز را نشسته یا که پهلو، هر گونه‌ای که برایش موافق است و با سبب آن عذری که دارد نماز را ادا نماید، یا بر یک طرف یک جمع پهلو میگویند نماز را ادا نماید. اما در بیان نمازهای نافله باشد، نمازهای باقی مانده بجز نمازهای فرضی، دلخواه نمازهای دیگر را نافله میگویند، چی نماز شب باشد، چی نماز روز باشد، چی سنت ها، هر نماز دیگری را بجز نمازهای فرضی نافله میگویند. پس قیام یعنی راست شدن در این نمازهای نافله سنت حسابیده میشود، نه رکن. اما در اینجا مؤلف ذکر مینماید که نماز شخصی که ایستاده میخواند بهتر است از نماز کسی که نشسته میخواند، چون که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نماز نشسته بر نصف نماز ایستاده است. روایت مسلم تحت رقم 735. این است رکن اول قیام. دوم تکبیرة الاحرام فی اولها. دوم رکن از رکنهای نماز تکبیر احرام در اول نماز. این گفتن الله اکبر است و چیز دیگری بجای آن گفتن درست و روا نمیگردد، چنانکه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با شخصی که نمازش را بد انجام میداد فرمود، نماز نادرست میخواند، گفت اذا قمت الى الصلاه فکبر، هرگاه از برای ادا نمودن نماز برخاستی پس تکبیر بگو، الله اکبر بگو. این حدیث رو بخاری تحت رقم 793 و مسلم تحت رقم 397 ذکر کردند و فرمودن که تحریمها تکبیر و تحلیلها تسلیم. حرام کنی آن یعنی وارد شدن بر نماز با تکبیر شروع می شود، هر چیز برای انسان حرام می گردد دیگر، و تحلیلها تسلیم و حلال کنی آن یعنی که با پایان افتادن نماز با سلام دادن به اتمام یابد. این حدیث را ابی داود
تحت رقم 61 و ابن ماجه تحت رقم 275 و ترمذی روایت کرده‌اند. و البانی گفته است که این حدیث حسن خوب و صحیح است. در صحیح ابن ماجه تحت رقم 224. پس نمازی بنده به تکبیر درست نمیگردد، چون این رکن است و ترک رکن سبب باطل شدن نمازی بنده میگردد. الله سبحانه و تعالی بر ما و شمایان توفیق بر بندگی عطا فرماید. بارک الله فیکم. سوم، قرائت الفاتحه، خواندن سوره فاتحه با ترتیب در هر رکعت. یعنی خواندن سوره فاتحه در هر رکعت برای انسان رکن است و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب، نماز درست نمیگردد یا نماز درست نمیشود برای کسی که فاتحه الکتاب را نخواند یا که خوانده نباشد. روایت بخاری تحت رقم 756 و مسلم تحت رقم 394. این یک قاعده کلی است پیش گذشته شده، اما فقط در یک حالت خواندن سوره فاتحه از دوش بندگان سبک کرده می شود، یعنی بندگان سبک دوش کرده می شوند هنگامی که امام را در رکوع دریافتند. هنگامی که امام را در رکوع دریافتی پس چیز در حال رکوع میکنی بدون اینکه تو سوره فاتحه را بخوانی، چون دریافت کردن امام در رکوع اتباع از امام این واجب است و دریافت کردن رکعت از نمازها این در رکوع است، از رکوع حسابیده می شود. و همچنین مقتدی، یعنی شخصی که با امام اقتدا کرده است در نمازهای جهریه، نمازهایی که امام با آواز بلند میخواند نیز باید سوره فاتحه خوانده شود. اگر تواند سوره فاتحه را هنگامی که امام سکوت را اختیار میکند بخواند. اگر امام هم سکوت هم نکرد، اختیار دارد که بعد خواندن امام سوره فاتحه را بعد آمین گفتن بخواند. رکن چهارم از ارکان نماز رکوع کردن در هر رکعت با دلیل فرموده الله سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید و سجده نمایید. سوره حج آیه 77. و با دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم با شخصی که نمازش درست نمیگذارید فرمود که ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پس رکوع کن تا آرام بگیری در رکوع. خوب اهمیت دهید، رکوع کن این یک نقطه و آرام بگیر در رکوع این نقطه دوم. روایت بخاری تحت رقم 6251 و مسلم تحت رقم 397. خوب دقت دهید. بارک الله فیکم. و رکن پنجم و ششم از ارکان نماز بالا شدن از رکوع و راست ایستادن. بعد آن بالا شدن از رکوع برخاستن این یک رکن است و هنگامی که برمیخیزی بعد در آنجا راست قرار گرفتن این دیگر ششم رکن است. ما گفتیم که هر رکنی که اگر که در این نمازها شرط ها و رکنی که ذکر نمی‌کنیم اگر ترک شود نماز انسان باطل می شود. برای خوب دقت بدید، پنجم و ششم بالا شدن از رکوع و راست ایستادن. بعضی از مردم از رکوع بالا می شوند و راست نشده بر سجده می روند، نماز انسان صحیح نمی گردد. با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند ارکع حتی تطمئن راکعا، گفتن رکوع کن حتی اینکه در رکوع تو آرامش بگیری. ثم ارفع حتی تطمئن قائما، سپس از رکوع بر بخیز حتی اینکه در راست ایستادن در قائم تو آرامش پیدا کنی تا راست بایستی. اینم نقطه خیلی مهم است. سپس هفتم سجده کردن، با سجده رفتن. اینم رکنی از رکنهای نماز به حساب می رود. با دلیل فرموده الله سبحانه و تعالی که فرمود واسجدوا، گفتن و سجده کنید، سجده نمایید. سوره حج آیه 77. و در حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، صلی الله علیه و سلم گفتن سپس سجده کن تا در سجده آرامش پیدا نمایی. در هر سجده کردن، در هر رکوعی که انسان می رود در اون دو سجده قرار دارد و باید بر 7 عضو بدنش سجده نماید. دلیل آن حدیث ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرماید که امرت ان اسجد علی 7 اعظم، به من امر شد که با 7 عضو خود سجده نمایم، سجده کنم. الجبهة پیشانی و اشار بیدی الی انفه، و اشاره کرد با بینی و پیشانی خود یک جا با سجده می روند. و الیدین و دو دست خود و رکبتین با هر دو زانوی خود و اطراف قدمین و هر دو قدمهای خود، نوک پا. این حدیث بخاری تحت رقم 809 و مسلم تحت رقم 490 ذکر کردند. و رکن هشتم و نهم بالا شدن از سجده و نشستن بین این دو سجده، چنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با شخصی که نمازش نادرست میخوان با او تعلیم داده و فرمود که ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، گفت سپس بالا شو از سجده حتی اینکه در اینجا آرامش پیدا نمایی، آرامش بگیری. بارک الله فیکم. دهم آرامش، طمأنینه یا که مطمئنی در نماز. در
همه این رکن‌هایی که بیان شد، یعنی سکون و آرامش رو در هر یک رکنی که انجام می‌دهد باید با خود داشته باشد و آن باید به اندازه گفتنهای واجب در هر رکن باشد. چون که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم شخصی که موسیقی صلات بود، نماز خود را درست نمیخواند، در نماز خود آرامش نداشت، در رکنها نماز او را نپذیرفت، قبول نکرد، بلکه رد کرد بر او، زیرا آرامش را در نماز ترک کرده بود. و 11 تشهد اخیر و دلیل آن حدیث ابن مسعود رضی الله عنه است: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. میفرماید ابن مسعود که ما پیش از آنکه که تشهد برای ما فرض واجب بگردد میگفتیم السلام علی الله من عباده، میگفتیم سلام بر الله از جانب بندگانش. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقولوا السلام علی الله، گفتند شما نگویید که سلام بر الله، ولکن قولوا التحیات لله و الصلوات و الطیبات، بلکه بگویید ان همین التحیات لله و الصلات و الطیبات. این حدیث نسائی در مجلد 2 صفحه 240 روایت کردند و البانی این حدیث را صحیح دانستند. در ارواء الغلیل تحت رقم 319 ذکر یاد شده است. و گفته ابن مسعود پیش از آن که تشهد بر ما فرض شود معلوم می شود که تشهد آخر این فرض است. تشهد آخر این فرض است. بارک الله فیکم. 12 رکن نشستن برای تشهد آخر، نشستن در این تشهد آخر، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم آن را انجام داد و بر آن مداومت میکرد و فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بگذارید همچنان که من را دیدید من نماز میگذارم. روایت بخاری تحت حدیث رقم 631. بارک الله فیکم. پس این حدیث بیانگر خیلی از مسئله های نماز را، تمام نماز در بر میگیرد. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بگذارید همچنان که من را دیدید من نماز میگذارم. و در بیان صفت نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم البته یک چند کتاب را ترجمه شده است، میتونید که از آنها بهره بگیرید. و رکن 13 سلام دادن، تسلیم، به دلیل فرموده او صلی الله علیه و سلم که گفتند و تحلیلها تسلیم، که حلال شدن نماز با سلام است، که هنگامی که انسان سلام داد دیگر فارغ میگردد، هر چه برای اجازه می شود. این حدیث رو ابی داود تحت رقم 61 و ترمذی تحت رقم 3 و ابن ماجه تحت رقم 175 ذکر کردند. پس نمازگزار میگوید از طرف راست سلام میدهد السلام علیکم و رحمت الله و طرف چپ السلام علیکم و رحمت الله. و 14 و آخران ترتیب رکنها با همان ترتیبی که ذکر شد، همه این رکنها را با ترتیب انجام دادن، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را با این ترتیب میخواندند و با این ترتیب به صحابگان کرام تعلیم دادند و گفتند صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بگذارید همچنان که من را دیدید من نماز میگذارم. روایت بخاری تحت رقم 631. و همچنین در حدیثی که بخاری و مسلم و غیر از محدثین روایت کرده هستند در بیان آن شخصی که حتی بخاری یک باب خاص در این مورد کرده، باب مسیء الصلات، کسی که نمازش درست نمیخوانید، کامل نمیکرد، ترتیب درست نماز خوانی رو با آن صحابه کرام تعلیم دادند که برای ما و شما تا امروز آمده رسیده است. بارک الله فیکم. این بود رکن‌های نماز. پس خلاصه رکن‌های نماز: یکم قیام با قدرت، دوم تکبیر احرام الله اکبر اول، قرائت سوره فاتحه در هر رکعت از برای امام و مقتدی، چهارم رکوع، پنجم از رکوع برخاستن، ششم قیام راست ایستادن، هفتم سجود به سجده رفتن، هشتم از سجده برخاستن، نهم بین سجدتین نشستن، دهم آرامش در تمام این رکن‌ها، 11 تشهد آخر، 12 نشستن در تشهد آخر، 13 سلام دادن و 14 همه این رکن‌ها را با ترتیب انجام دادن. بارک الله فیکم.